باشه. پیشاپی سال نو به همتون تبریک میگم. خب در مورد بازی فردا، بازی خیلی مهمه برای ما. امیدوارم که بتونیم فردا بهترین عملکرد رو داخل زمین داشته باشیم و با یه بازی خوب، یه برد خوب، سال خوب شروع کنیم و بتونیم به مردم عزیزمون یه روحیه خوب بعد از سال تحویل بدیم. بازیکنایی که دعوت شدن خب هم جوونن، هم کیفیت خیلی خوبی دارن. حالا من با خیلی هاشون هم دوستم، هم که قبلا هم تیمی بودم. میگم الان فوتبال آسیا رو به پیشرفت از همه لحاظ، همونجوری که امیرخان گفتن. بازی خیلی سختی داریم فردا، خیلی سخت، و امیدوارم که بتونیم اون عملکرد خودمون رو همونجوری که تو این چند روز کارهای تاکتیکی و جلساتی که داشتیم بتونیم ارائه بدیم و بتونیم اون چیزی که میخوایم رو دست بیاریم و ان شاءالله بعد از 47 ساعت ما قدردانی جام جهانی بشیم.